از زمانی که تونل در دست ساخت شهر اوتارکاشی در شمال هند ریزش کرد و 41 کارگر در آن محبوس شدند 17 روز گذشت. آنها روز اول که خود را پشت خروارها خاک گرفتار دیدند و امیدشان از برقراری ارتباط با خارج از تونل قطع شده بود، روحیه خود را از دست دادند. 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई. حدود 20 ساعت خیلی نگران بودیم و امیدی نداشتیم، اما از فردای گرفتار شدن فهمیدیم که برای نجات ما همه دارن تلاش میکنن. امدادگران پس از اطلاع از اوضاع به سرعت ابتدا با لوله‌های تعبیه شده داخل تونل اکسیژن رسانی کردند. پس از آن مواد غذایی خشک و آب را به کارگران در حبس رساندند. در دهمین روز از طریق لوله‌ای دیگر هم دوربینی بسیار کوچک داخل تونل ارسال و هم غذای گرم به کارگران رسید. پزشکان و روانشناسان امدادگر در این 17 روز از کارگران می‌خواستند علاوه بر انجام حرکات ورزشی با شادی کردن، شوخ طبعی و جوک تعریف کردن خود را تخلیه ذهنی و فیزیکی کنند. در روز آخر لوله هم برای ارزیابی کارشناسان از اوضاع تونل و بیرون آوردن کارگران تعبیه شد. با دعای مردم و تلاش امدادگران ما نجات یافتیم. حال من اکنون خوبه. بیش از 400 ساعت کارگران در این تونل گرفتار شدند. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.